چطور تو یه هفته به 100,000 فالوور برسیم؟ این پسر عموی کروکه. یه تمساح ساده تو صدف‌آباد. اون هم مثل بقیه سعی می‌کرد با تقلید و نمایش دیده بشه. اما تنها فالوور ثابتش هم خود کروک بود که اونم از روی اجبار فامیلی و رودربایسی تحملش می‌کرد. تا اینکه پسر عموی کروک یه روز با خودش فکر کرد، به جای تمرکز روی چیزایی که ندارم، چرا روی چیزایی که بلدم تمرکز نکنم؟ ایده‌ش از همینجا شروع شد. آموزش کارهای ساده با زبون خودمونی. اولین ویدیوش، چطوری یه تخت سنگ سنگین رو بدون آسیب به دم جابجا کنیم. یه توضیح قدم به قدم ساده. ویدیو وایرال شد. چرا؟ چون یه مشکل واقعی رو با زبون ساده و قابل فهم حل می‌کرد. پسر عموی کروک فهمید محتوای ارزشمند و بیان صمیمی کلید ارتباطه. شروع کرد آموزش‌های بیشتری ساختن. تعمیر سخت چکه کرده با وسایل دم دستی. توضیح تصویری ساده. پیدا کردن خوشمزه‌ترین حشرات بعد از بارون. یه راهنمای آسون. هر آموزش ساده و کاربردی هزاران تمساح دیگر رو جذب کرد. پسر عموی کروک که نه ادیتور داشت نه استراتژی پیچیده، فقط خودش بود و آموزش‌های مفید با بیانی شیوا. حالا پسر عموی کروک نشون داده برای دیده شدن لازم نیست متفاوت باشی. فقط کافیه دانشت رو با زبانی ساده به اشتراک بذاری و به بقیه کمک کنی. اگه تو هم سوالی داری یا میخوای بیشتر درباره ساختن محتوای ساده و تاثیرگذار بدونی، به کانال تلگرام ما بپیوند. اونجا میتونی سوالتو از ما بپرسی. لینک کانال در کپشن و بیو.